بعد از جمع کردن دنده های شفت ورودی و خروجی، اولین قطعه‌ای که روی پوسته گیربکس سوار میکنیم میلنگ هست. جهت درست میلنگ رو تشخیص میدیم که شفتاش با هم دیگه جابجا نشه، غلط جا نره، و بعد میلنگ رو سر جای خودش سوار میکنیم. میلنگ نیاز به ضربه نداره، به راحتی جا میره همجوری که الان دیدید، و باید روون کاملا روون بچرخه. حالا نوبت سوار کردن مجموعه شفت هندل. قبل از اینکه شفت هندل جا بزنید از وجود واشر تخت بزرگ مطمئن بشید و یادتون نره که نوک فنر هندل رو سر جای خودش، یعنی روی اون سوراخ پوسته قرار بدید، و بالا هم باید یک واشر تخت کوچیک داشته باشه. حالا برای اینکه شاخک‌ها یا چنگک‌های هندل سر جای خودشون قرار بگیرن، 180 درجه هندل رو به طرف موافق عقربه‌های ساعت میچرخونم و شاخک‌ها رو سر جای خودشون قرار میدم. و یادتون نره که دنده هندل باید روون و آزاد بچرخه. حالا نوبت قرار دادن شفت‌های ورودی و خروجی روی گیربکس هست. اول از همه شفت ورودی رو جا میزنم. حالا شفت خروجی رو نمیتونم مستقیما کنار شفت ورودی جا بزنم. برای این کار میام قطعات شفت خروجی رو یه بخشیش رو به صورت خورد کنار شفت ورودی میچینم. اول از همه باید واشر تخت بزرگ زیر شفت خروجی رو قرار بدید. حالا نوبت دنده واسط هندل هست، بعدش نوبت واشر نازک تخت است. حالا بوش داخلی دنده یک که الان وقتش نیست، خود دنده یک رو جا میزنم. حالا بوش داخلی دنده یک رو سوار میکنم و مجددا یه واشر تخت نازک که مربوط به دنده یکه. حالا برای اینکه این قطعات هم راستا بشن، از میل ماهک برای میزون کردن این دنده ها و واشرها و بوش استفاده میکنم. به اینجای کار که رسیدیم، حالا محور یا شفت خروجی رو روی قطعات سوار میکنم که یه مقدار نیاز به فشار و چرخش داره. به این صورت. حالا هر کدوم از این شفت ها هر کدوم 2 تا واشر میخوره. این واشرها رو به درستی سر جای خودشون قرار میدم. بعضی مدل هم هستن که انتهای شفت 1 واشر هست، ولی این مدل 2 واشر هست. واشرها حتما به درستی سر جای خودشون قرار بدید و الا گیربکس دنده هاش یا رد میکنه یا اصلا قفل میکنه، نمیچرخه. بعد از قرار دادن شفت ورودی و خروجی سر جای خودشون، نوبت سوار کردن ماهک هاست. 2 عدد ماهک داریم که هر کدوم از اینا روی یکی از شفت ها قرار میگیرن. یه ماهک بزرگ، یه ماهک کوچیک. ماهک بزرگ که این هست مربوط به دنده های 1 و 4 هست، یعنی کشویی 1 و 4 رو برای ما جابجا میکنه. ماهک کوچیک مربوط به دنده های 2 و 3 هست. ماهک کوچیک روی شفت ورودی قرار میگیره، ماهک بزرگ روی شفت یا محور خروجی. هر کدوم از این ماهک ها زیرشون یک علامت یا نوشته دارن. علامت ماهک بزرگ باید به سمت پایین بیفته و روی شفت خروجی سوار میشه. حالا علامت ماهک کوچیکتر که روی شفت ورودی قرار میگیره باید به سمت بالا بیفته.
حالا هر کدوم از این محک‌ها یه میخچه یا زائده دارن که این میخچه یا زائده ها باید روی شیارهای توپی قرار بگیره و توپی 2 تا شیار داره که هر کدوم از این محک‌ها روی یکی از این شیارها قرار میگیرن. محک پایینی که محک مربوط به 1 و 4 هست که شوی 1 و 4 رو جابجا میکنه روی شیار پایینه توپی قرار میگیره و محک 2 و 3 که محک کوچیکه و روی شفت ورودی قرار میگیره روی شیار بالایی توپی قرار میگیره. خب سمتی که باید توپی رو قرار بدیم این سمت بالاش که یه دونه حالت زبونه فلزی داره که واسه خلاصی دنده است، یعنی فشنگی خلاصی دنده با این در تماسه و زمانی که ما دنده رو خلاص میکنیم باعث میشه که اتصال بدنه لامپ خلاصی روشن بشه از طریق این زبونه فلزی. این سمت باید به سمت بالا بیفته، به سمت خودتون، و این سمت توپی یا استوانه تعویض دنده ستاره دنده یا دنده عوض کن بهش میخوره. این قسمت که پیچ میشه که الان وقت سوار کردنش نیست. بعد از اینکه توپی رو سوار کردیم از بیرون، یعنی قسمتی که صفحه کلاجا قرار میگیرن، ستاره رو نصب میکنیم. حالا توپی رو سر جای خودش میذارم، یه ذره محک پایینی رو میکشم بالا که میزون بشه. به این صورت حالا نوبت میل محکه. میل محک هم هر سمتی شما جا زدید مشکلی نداره، جهت نداره، فرقی نمیکنه. میل محک رو سوار میکنم. میل محک تا انتها باید جا بره. دنده ها هم باید زمانی که توپی رو میچرخونی کشویی ها بالا و پایین بشن. بهتری که برای که دنده ها جا برن شفت رو از زیر بچرخونیم. میبینید که دنده ها کشویی هاشون بالا پایین میشن و کار میکنن. حالا نوبت سوار کردن طرف دیگه پوسته است و قبلش باید واشر آببندی بین 2 پوسته رو جا بزنید. حالا نوبت جا زدن واشر بین 2 پوسته است. حتما از واشر نو استفاده کنید، اصلا اقتصادی فکر نکنید. حتی اگر واشر قدیمی خودش سالم در اومده باشه، اینجا اقتصادی فکر کردن به هیچ عنوان معنی نمیده. قبل از اینکه واشر رو جا بزنید از وجود بوش‌های راهنما که 2 تا هستن و یکی این طرف هست و یکی طرف دیگه مطمئن بشید. و این طرف دیگه پوسته که یه بوش راهنما هم اینجا داریم. خب طرف دیگه پوسته رو روی گیربکس میذاریم. جای شفت ها رو با سوراخ‌های روی طرف دیگه پوسته گیربکس میزوم میکنیم و خیلی آروم فشار میدیم. گیربکس نیاز به ضربه نداره. اگر جای شفت ها میزون باشه خود گیربکس باید به سادگی و راحتی جا بره. خب حالا که پوسته جا رفت شفت خروجیمون باید به راحتی بچرخه. اگر پوسته رو جا زده بودید و هنوز پیچای دور پوسته رو صفر نکردید و شفت خروجی نمیچرخید یه جای کار ایراد داره، یا پوسته رو درست سوار نکردید یا واشرگیریتون غلط بوده. حالا پیچای دور پوسته گیربکس رو محل خودشون قرار میدم.
خب حالا که همه پیچا به کف رسید، اقدام به صفر کردن نهایی میکنم و دست آخر دوباره شافت خروجی گیربکس رو میچرخونم که ببینم روون میچرخه یا نه. اگه بعد از اینکه پیچا رو صفر کردید شافت خروجی گیربکس نمیچرخید، گیربکس قفل کرده و یه جای کار ایراد داره و مشکل به هم زده. شما همراهان عزیز میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و برای با خبر شدن از ویدیوهای جدید حتما علامت زنگوله رو بزنید. اگر از ویدیوها خوشتون اومد اونا رو لایک و کانال ما رو به دیگران معرفی کنید. برای ما کامنت بفرستید و از اینکه با ما هستید و کانال رو دنبال میکنید خیلی سپاسگزارم.